فرانگیز سفرов سال 2013 در شرکت هواپیمایی سومون ایر به صفت مهماندار کار میکرد. به گفته پدرش عزیز مراد سفرov او از کارش شکایت نداشت. از کار او هم کسی شکایت نمیکرد. اما 29 ایون سال 2020 پس از بازگشت از پرواز نوبتی از الماتی او خود را ناخوب احساس نمود. چون اوج بیماری کرونا ویروس بود او فوراً به بخش طبی فرودگاه دوشنبه مراجعت کرد. معلوم گشت که بدبختانه فرانگیز به این بیماری گرفتار شده است. در این باره معلومات نامه هم دادند. متاسفانه او را از کام مرگ نجات دادن نتوانستند و 6 ایول سال 2020 فرانگیز دو فرزند نابالغ خود را باقی گذاشته از عالم چشم پوشید. او همگی 30 سال داشت. در شهادتنامه فوت فرانگیز سفرov نیز ذکر شده است که رحمتی از کرونا ویروس درگذشت. عزیز مراد سفرov از مناسبت مسئولان سومون ایر به مرگ دخترش گله زیاد دارد. از جای کارش کسی نآمد. چند روز پس از سومون ایر به ما تماس گرفتند ولی نه برای اظهار همدردی. گفتند که باید لباس و لوازمات فرانگیز را که از شرکت گرفته است برگردانیم. دیرتر به عزیز مراد و پیوندانش حقوق شناسان میفهمانند که وقتی کارمند هنگام اجرای وظیفه های خدمتی بیمار می شود و این باعث به مرگ او می گردد، قانون برای چنین حالت ها جبران پولی مقرر نموده است و او باید به رهبریت سومون ایر در این باره مراجعت نماید. عزیز مراد سفرov میگوید معلوم است که هیچ گونه جبران پولی دختر جوان و نازنین خوب ما را برگردانیدن نمیتواند. اما چند مسئله بود که موضوع جبران پولی ما را به خود مشغول داشت. یکم این حق قانونی اوست. دوم دو دختر نابالغ دارد. سوم در زندگیش خانه شخصی نداشت و در حجره اجاره زندگی میکرد. با همین به خلاصه اومدیم که در صورت گرفتن این جبران پولی اقلا سرپناهی برای فرزندان نابالغش که حالا در تربیت من و بیبیشان باقی ماندند خریداری نماییم یا حداقل مبلغ را برای تحصیل و نگاه و بین ارزنده آنها صرف کنیم. ماده 343 کودکس مهنت تاجیکستان کفالت جبران ضرر با سبب بد شدن سلامتی و فوت کارمند را پیش بینی میکند. از جمله در قسم ششم این قانون ذکر شده است که در صورت فوت کارمند در حالتهای وابسته به کار به آدم فوتیده به اندازه نه کمتر از مزد مهنت 60 ماهه کمک پولی یک وقته داده می شود. قسم هفتم این قانون حقوق گرفتن جبران ضرر را به شخصان غیر قابل مهنت که تحت سربانی مرحوم بودند در حالت ما فرزندان نابالغش می دهد. با این دلیل های قانونی عزیز مراد سفرov 18 سپتامبر سال 2020 رسما با نامه برابریت سومون ایر مراجعت کرده است تا که برای دخترش و فرزندان نابالغ او جبران پولی دهند. اما با گذشت اینک قریب 1 سال تا کنون این مشکل حل نشده باقی میماند. عزیز مراد سفرov بر این است که او را در چشم حسن اسدالله زاده یک نفر جنجالی معرفی کرده گفتند که گویا پول بسیار میخواهد. او مطمئن است که اگر شخصا به حضور حسن اسدالله زاده راه بیابد میتواند او را از اصل حال خبردار کند و با همین راه حل مشکل شاید پیدا شود. جانب شرکت هواپیمای سومون ایر هنوز در این موضوع اظهار نظر نکرده است. رجب میرزا مأمور گروه اخبار برای افکار می نویسد که ابتدا قرار بود که این موضوع را در اول ماه ایول در سالگرد مرگ فرانگیز سفرov رسانه‌ای کنند ولی به دلیل درگذشت مادر حسن اسدالله زاده که بنا به گزارش‌ها او هم قربان کرونا ویروس شد نشر مراجعت عزیز مراد سفرov را یک مدت به تأخیر گذاشتیم.